خلق تاجیک از دوران کهن با تمدن و فرهنگ خود از دیگر ملت و خلقیت‌ها فرق کرده با کتاب‌دوستی و کتاب‌نویسی و اختراع‌کاری و نوآوری میل و رغبتی بی اندازه داشت و دارد. بنابراین ملکه‌های فطری و ازلی خلق ما را به انابت گرفته در زمان صاحب استقلالی اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان بر رشد ساحه‌های علم و معارف اختراع‌کاری و نوآوری توجه مخصوص ظاهر نمودند. در قطار دیگر تدبیرهای سودمند برگزار نمودن آزمون جمهوری علم فروغ معرفت خود بازگوی آن است که امروز به پیشرفت علم و تکنیک ما امکانی به دست آوردن دستاوردها را پیدا نخواهیم کرد. محض برگزاری آزمون مذکور طی سالهای آخر دهها چهره‌های نوی صاحب استعداد دوستداران و شوقمندان آموزش فن‌های دقیق ریاضی را معرفی کرد. مطابق به نظامنامه آزمون الحال در شهر و ناحیه‌های ولایت سوخت دوری مؤسسوی آن آغاز یافته خوانندگان در آن فعالانه شرکت می‌ورزند. خواننده صنف نهم مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 8 شهرک سردریای شهر گلستان انوشه طالبova در دور نخستین آزمون در نامیناسیون بیولوژی شرکت می‌ورزد. او به آموختن فن‌های طبیعی و دقیق شوق کلان دارد. یکی از خواننده‌های فعال مؤسسه بوده در المپیادهای فنی نیز دانش خود را سنجیده می‌خواهد توسط اشتراک در آزمون مذکور سواد خود را تکمیل و جهانبینی‌اش را وسیع نماید. من اشتراکچی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در دوره مؤسسوی می باشم و در این آزمون سال دوم است که اشتراک می کنم و می خواهم که در دوره جمهوری سزاوار جایهای نمایان گردم. همچنین من گیرنده استیپندیای رئیس شهر گلستان و غالب آزمون المپیاد فنی خوانندگان از فن بیولوژی می باشم و در این آزمون سزاوار جای سوم گردیدم. آموزگار اولین من مادرم می باشند که مرا با راه راست دانش هدایت نمودند. میناداری خود را به آموزگار فنی بیولوژی که دوشبای و زیبا می باشند می رسانم که مرا با چنین قله‌های بلند دانش رسانیده‌اند. شوق و رغبت من به این فن خیلی زیاد است و می خواهم در آینده دکتری نامدار گردیده به خلق و وطن عزیزم صادقانه خدمت نمایم. در مؤسسه مذکور بیش از 770 خواننده تحصیل دارد. در دوره مؤسسوی آزمون طالب‌العلمان به خصوص در نامیناسیون‌های شیمی، بیولوژی، جغرافیا، متماتیک، فیزیک فعالانه شرکت می‌ورزند. آموزگار مؤسسه زیبا دوشبایی و نتیجه برگزاری این آزمون را در تکمیل دانش و انکشاف تفکر ذهنی خوانندگان خیلی مهم ارزیابی داشت. امروز من در مؤسسه ما آزمون علم فروغ معرفت شده ایستاده است. در همین نامیناسی بیولوژی همه خوانندگان با رغبت و شوق زیاد اشتراک کرده ایستادند. برای بهتر کردن صفت دانش اوضاع شرایط‌ها خیلی پیشرفته ایستاده است، بهتر شده ایستاده است. قریب همه صنفخانه‌ها موادهای لازمی، موادهای دیداکتیکی همه موادها پورا تامین شده ایستاده است. ما من هیئت اعضایان کمیسیون کوشش میکنیم که باز من بعد زیادتر به دوره من بعد دوره ولایتی و جمهوری آزمون باز بیشتر خوانندگان رو تامین نمایم. امروز من در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از فن بیولوژی در دوره مؤسسوی اشتراک کرده ایستادم. بیولوژی یکی از فن‌های شوق‌آور و یکی از فن‌های ضروری می باشد. برای چی؟ برای آنکه در آینده ما می توانیم با فن بیولوژی کسب ضروری خود را انتخاب کرده تانیم. بیولوژی علم درباره حیوان‌ها و نباتات می باشد و همین طریق ما درباره حیوان‌ها، رستنی‌ها، انسان‌ها معلومات زیاد را گرفته می توانیم. من این فن را خیلی دوست می دارم و می خواستم که در دوره‌های من بعد نیز اشتراک نمایم. باید گفت که همه ساله خوانندگان مؤسسه مذکور در المپیاد و آزمون‌های با نفوذ جمهوری و بین‌المللی به گرفتن جای‌های نمایان نائل می‌گردند. با پیروی به طالب‌العلمان پیشقدم امروزها صف اشتراکچیان در چنین تدبیرهای سودمند بیشتر می‌گردند. بیش از 120 نامنویس شدن خواهشمندان برای شرکت در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت خود از این گواهی می‌دهد. مجهز نمودن کابینت‌های فنی و دسترس نمودن واسطه‌های معاصر تکنیکی، ایونت و موادهای خوانش یکی از عامل‌های پیشرفت روند تعلیم و تربیه می باشد. در مؤسسه ما کابینت‌های بیولوژی، شیمی، کابینت‌های متماتیک و فیزیک مجهز گردانده شدند. البته با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولت شهر گلستان و همین بعد هم
ما کوشش می‌نماییم که بهره رشد فن‌های دقیق جلب خوانندگان را بسیارتر نماییم. این آزمون بهره رشد تفکر ذهنی و دانش آموزی نورسان و جوانان برگزار می‌گردد. در سال‌های 2021-2024 که این آزمون البته برگزار گشته ایستاده است، خوانندگان مؤسسه ما البته با دستاوردهای نایل گردند که یکی از خواننده‌های مؤسسه ما رفیع شمسیه که در این آزمون البته شرکت ورزیدند و در دور جمهوری آزمون علم فروغ معرفت البته سزاوار جای دوم گشتند که این البته باعث افتخار مؤسسه ما و معارفچیان شهر گلستان می باشد. همین دستاوردها هستند که امروز خواننده‌های ما روز تا روز و سال تا سال صفی خوانندگانی که به این آزمون جلب گشته ایستادند بر زیاد گشته ایستاده است و ما می‌خواهیم که البته خواننده‌های ما در آزمون علم فروغ معرفت در دور ولایتی و جمهوری اشتراک نموده سزاوار جای‌های نمایان گردند و خوشبختانه امسال به دور شهری آزمون خوانندگان صنف مؤسسه ما 24 نفر الکی را خط گرفتند و ما امیدوار هستیم که خواننده‌های ما باعث سربلندی مؤسسه ما خواهد گشت. واقعا امروزها در همه مؤسسه‌های تعلیمی شهر گلستان دوره نخستین آزمون جمهوری علم فروغ معرفت در سطح ضروری گذرانده می شود. مطابق به نظامنامه آزمون از روی 8 نومیناسیون متماتیک، فیزیک، استرونومی، شیمی، بیولوژی، گئوگرافیا، تکنولوژی اطلاعاتی، اختراعکاری و نوآوری و ذهن صنعی و برنامه‌سازی جریان می‌گیرد. سال روان علاوه شدن چند تغییرات الهه‌ها به نظامنامه دایره اشتراکچیانش را وسیع‌تر نمود. در مؤسسه تحصیلات میانی عمومی رقم 14 شهر گلستان تعداد اشتراکچیان به آزمون بیش از 200 خواننده را در بر گرفت. راهبریت مرکز دریافت و رشد استعدادهای مؤسسه برای شفاف و واقع بینانه گذراندن آزمون تمام شعارها را اندیشیده هیئت حکمان را از حساب آموزگاران صاحب تجربه تشکیل نمودند. خوانندگان در هر یک نومیناسیون آزمون با مسئولیت بلند شرکت می‌ورزیدند. در آزمون دانش و استعداد آنها از روی دانش‌های نظریوی دانستن قانون و قاعده‌ها، تئوریم و اکسیوم‌ها، نظریه‌ها، درست فهمانده دادن ماهیت حادثه‌ها و روندهای طبیعت، حل مسائل عملی، کارهای آزمایشی، اینچنین نمایش دستاوردهای علمی و نوآوری‌ها معین کرده می‌شوند. هر سال خواننده‌های مؤسسه ما در آزمون جمهوری علم فروغ معرفت فعالانه اشتراک می‌کنند. این سال نیز از روی 8 نومیناسیون زیاده از 200 نفر خوانندگان نام‌نویس شدند. انا خرسندانه با یک نومیناسیون دیگر علم فروغ معرفت الوه شد که این باعث آن است که باز در یک روش ما سطح خوانشی خواننده را سنجیده می‌توانیم. انا از روی نقشه چهاربینی تصدیق شده از امروز ما دوره مؤسسوی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت را آغاز کردیم. با هر یک نومیناسیون صنف‌خوان‌های علاوه جدا کرده شده است و در وقت‌های نشان داده شده از طرف آموزگاران از آن کمیسیون تصدیق شده آزمون گرفته می شود و غالبان این آزمون دوره مؤسسوی به دوره شهری پیشنهاد کرده می شود. خواننده صنف هشتم مؤسسه مذکور میرنومان شرافوف در نومیناسیون متماتیک آزمون شرکت می‌ورزد. او به آموزش فن‌های دقیق ریاضی شوق و رغبت دارد. به اندیشه او محض دانستن فن‌های دقیق ریاضی هر یک فرد را در آموزش دیگر سمت‌های تعلیم کامیاب می‌گرداند. متماتیک را ملکی فن‌ها هم می‌گویند، زیرا دانستن متماتیک به ما دستاوردهای زیادی را می‌آورد. در حیات ما بسیارتر متماتیک را استفاده می‌بریم. حتی در زندگی، در خانه، در تمام جایها متماتیک به ما یاری کلان می‌رساند. علاقمندی متماتیک با دیگر حنا با فن‌های ریاضی علاقه کلان دارد. در بیولوژی، در فیزیک، در شیمی، در همه این فن‌ها ما متماتیک را استفاده می‌بریم. به دانستن متماتیک ما یگان این فن‌ها را خوانده از خود کرده نمی‌توانیم. دوره مکتبی آزمون جمهوری علم فروغ معرفت از فن الگبرا در نومیناسیون الگبرا هستم. من نیت دارم که در دورهای نهایی یعنی در دورهای ولایتی و جمهوری هم جای نمایان را اشغال نمایم. من سال گذشته هم به این آزمون اشتراک کرده از دور شهری جای گرفته و دوره ولایتی اشتراک نموده بودم و امسال باز تصمیم گرفتم که به دوره جمهوری جای نمایان را اشغال نمایم. با همراه آموزگارم به این آزمون تیار شده و دستاوردهای نمایان نایل گردیدنی هستم.
قید کردن جایز است که همه ساله خوانندگان مؤثر در المپیادهای فنی و آزمون‌های گوناگون صاحب مقام‌های نمایان می‌گردند. برای کامیاب شدن در سمت آموزش فن‌های دقیق و طبیعی در مؤسسه محفل و درس‌های علاوگی تشکیل گردیده. امروزها خوانندگان در آزمون مذکور دانش خود را می‌سنجند. تمام حادثه هایی که در طبیعت یعنی رخ می‌دهد همه اینها را یعنی فیزیک می‌آموزد. سال دوم است که در این آزمون اشتراک می‌کنم. بسیار آزمون شوق‌آور است به ما یعنی منفعت هم مادی و هم معنوی می‌بخشد و بعد از اشتراک کردن در این آزمون یعنی فیزیک را بسیارتر یعنی فهمیدم با همین تجربه های آن به من یعنی بسیارتر معقول است و می‌خواهم یعنی در همین دوره ولایتی و جمهوری این آزمون یعنی غالب گردم و جای نمایان را اشغال نمایم. در آینده می‌خواهم که همین فن را بسیارتر از خود کرده یعنی به دستاوردهای زیادتر یعنی نایل گردم و همین فن را یعنی به دیگران نیز آموزانم. در برابر راه اندازی آزمون جمهوری این فروغ معرفت اعلان گردیدن 20 ساله رشد علم‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی یکی از چاره‌های مهم است. این اقدام‌های نجیب برای آینده درخشان و بدل گشتن کشور محبوبمان به یک دولتی از جهت تکنیک و تکنولوژی رشد کرده بسیار هم سریع به شمار می‌روند. آزمون جمهوری این فروغ معرفت در عین زمان در فضای علمی و تعلیمی همچون پدیده مهم در روند رشد تفکر تکنیکی مقام خاصه پیدا نموده است. رفت آزمون مذکور در گیمنازی رقم 1 شهر گلستان ثابت ساخت که با جلب بیشتر خوانندگان به آموزش فن‌های دقیق ریاضی و طبیعی دستاوردها خیلی نظررس گردیدند. هر یک نومیناسیون آزمون در سطح بلند گذرانده شده، هیئت حکمان آن را جدی نظارت می‌کردند. علم‌های دقیق علم‌های میباشند که در آینده درخشان تاجیکستان نقش مهم بازیده خیلی ضروری میباشد. با باوری میتوان گفت که آزمون جمهوری این فروغ معرفت از هر جهت بهره در عمل تطبیق کردن هدف 4 استراتژی یعنی صنعت کنونی با سرعت مملکت و عملی سازی برنامه دولتی 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف کشور نقش مهم گذاشته در آماده کردن متخصصان ورزیده زمینه‌های واقعی میگذارد. با درک این مفهوم جامعه آموزگاری گیمنازی مذکور میکوشند که طلبات‌های نظامنامه آزمون را قطعاً رعایت نموده در معین کردن غالبان آن بیشتر به سطح دانش و لیاقت محصلین توجه نمایند. طول چند سال آخر است که در جمهوری تاجیکستان با تشبث و ابتکار پرزیدنت عزیزمان، پرزیدنت معارف پرورمان، اساسگزار صلح و وحدت، پیشوای ملت محترم امامعلی رحمان، آزمون علم فروغ معرفت راه اندازی شده ایستاده است. در مؤسسه تعلیمی دولتی گیمنازی رقم 1 جهت دریافت استعدادها، جهت تکمیل علم‌های دقیق، طبیعت شناسی و ریاضی و با مقصد دستگیری نمودن تشبث و ابتکار پرزیدنت عزیزمان آزمون علم فروغ معرفت راه اندازی شده ایستاده است. الحال دوره اول همین آزمون در مؤسسه تعلیمی برگزار گردید که در آن 120 نفر خوانندگان اشتراک نمودند از 6 نومیناسیون و تقریبا 50% خوانندگان میتوانند در دوره شهری اشتراک نمایند و ما آموزگاران مؤسسه تعلیمی کوشش به خرج میدهیم که تا که خوانندگانمان در دوره‌های شهری، ولایتی و جمهوری به نتیجه‌های نظررس نایل گردند. اهمیت آزمون مذکور در آن است که علم‌های دقیق، ریاضی، طبیعت شناسی در جمهوری تاجیکستان رشد نموده در آینده برای تقویت بخشیدن ساحه فن‌های دقیق دست خواهد داد. در آینده ما آموزگاران کوشش می‌نماییم که تا که خوانندگانمان در آزمون‌های گوناگون سطح جمهوری و بیرون از آن اشتراک نموده به نتیجه‌های نظررس نایل گردند و جمهوری تاجیکستان را در سطح خارجی نیز معرفی نمایند. طور راهبریت گیمنازی به ما اطلاع دادن بین خوانندگان با استعدادها سال از سال بیشتر می‌گردند. یکی از آنها طالب علم صنف 8 مؤسسه مهوش بایمتوه میباشد. او در دور جمهوری آزمون فروغ صبح دانایی کتاب است. سال گذشته سزاوار جای نمایان گردیده. امسال نیت دارد در آزمون جمهوری این فروغ معرفت در نومیناسیون بیولوژی دانش خود را سنجد. با راهبری آموزگارش به این آزمون آمادگی جدی دارد. تاجیکستان ملک آزادم، کشور پرفیض و آبادم. جشن استقلال داری تو، من ز استقلال دلشادم. عید آزادی مبارک باد،
файзу ободӣ муборак бод. соли гузашта дар озмуни ҷумҳуриявии фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст. аз рӯи номинатсияи адабиёти классику форси тоҷик иштирок намуда, хушбахтона дар даври ҷумҳуриявии озмуни мазкур сазовори ҷойи сеюм гардидам. соли равон бошад, мехоҳам дониши худро аз фанни биология санҷам ва барои ҳамин дар озмуни ҷумҳуриявии илмфурӯғи маърифат иштирок намуда истодам ва боварӣ дорам, ки дар озмуни мазкур низ бо талошу ғайрат дар даври ҷумҳуриявӣ низ ғолибиятро ба даст меоварам. ҳамчунин соли гузашта дар олимпиадаи фаннии хонандагон аз фанни забони давлатӣ иштирок намуда дар даври ҷумҳуриявии олимпиадаи мазкур байни хонандагони синфҳои 7 ва 8 сазовори ҷойи дуюм гардидам. ҳамчунин гирандаи стипендияи президентӣ ва номзади академияи илмҳои хурд мебошам. ҳамчунин шавқи зиёде дар фанҳои дақиқ дорам ва фанни биологиро низ хеле дӯст медорам. ва барои ҳамин соли равон ман ба худ мақсад гузоштам, ки дар соҳаи биология дар ин озмун, дар озмуни илмфурӯғи маърифат иштирок намуда, дар ҳамин озмун дар соҳаи биология дониши худро санҷида бошам. омӯзгоре, ки маро ба ин озмун омода намуда истодаанд, бақои ва маҷлса мебошанд. аз фурсати муносиб истифода бурда мехоҳам миннатдории худро ба асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ, пешвои миллат, президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон барои ташкил ва баргузор намудани як қатор озмунҳои ҷумҳуриявӣ ба монанди фурӯғи субҳи доноӣ китоб аст, илм фурӯғи маърифат, Тоҷикистон ватани азизи ман ва тоҷикон дар оинаи таърих миннатдории худро расонида бошам, ки барои мо ҷавонон ва наврасон ва кулли ҷомеаи Тоҷикистон чунин озмунҳоро ташкил ва баргузор намуданд ва чунин шароитҳои таҳсилро барои мо наврасон фароҳам оварданд, то ки мо дар ин озмунҳо иштирок намоем ва дониши худро сайқал дода бошем. масъулини шӯъбаи маорифи шаҳри Гулистон барои муайян намудани беҳтарин иштирокчиёни озмуни мазкур тадбирҳои судмандро андешида дар шаффофияту воқеъбинона гузарондани он мусоидат менамоянд. бо ин мақсад ҳайати ҳакамонро аз ҳисоби собиқадарону омӯзгорони пешқадам ташкил намуда баъди анҷоми даври нахустин ба марҳилаи навбатии он омодагӣ доранд. имрӯзҳо дар тамоми муассисаҳои таълимии шаҳр ин озмун даври муассисавии озмуни мазкур гузаронда шуда истодааст ва дар озмун хонандагони муассисаҳои таълимӣ фаъолона иштирок намуда барои ноил гаштан баҳри иштирок дар даври шаҳрии озмун камери ҳиммат баста истоданд ва даври шаҳрии озмун низ дар арафаи гузаронидан мебошад. мақсад аз гузарондани ин озмун ҷалби хонандагони болаёқат ва баҳри омӯзиши фанҳои мустаҳкам намудани омӯзиши фанҳои дақиқ ва дигар фанҳои омӯхташаванда мебошад, ки ҳамасола хонандагони мо дар ин озмун иштирок намуда дар даври дуюм, сеюм ва чорум ҷойҳои намоёнро ишғол намуданд. барои мисол соли хониши гузашта хонандаи муассисаи таҳсилоти миёнии умумии рақами 8 шаҳри Гулистон Рафиева Шамсия сазовори ҷойи дуюм гардид. ғайр аз озмуни илмфурӯғи маърифат дар муассисаҳои таълимии шаҳр дигар озмунҳои ҷумҳуриявӣ низ гузаронда мешавад, ки хонандагон дар ин озмунҳо фаъолона иштирок менамоянд ва сол аз сол сафи ғолибони озмунҳо дар муассисаҳои таълимии шаҳр зиёд шуда истодаанд ва мо тамоми маорифҷони шаҳри Гулистон, кормандони шӯъбаи маориф ва тамоми омӯзгорони шаҳр кӯшиш ба харҷ медиҳем, ки барои боз ҳам бештар ба таълиму тарбия фаро гирифтани хонандагон, боз ҳам баланд бардоштани сатҳи сифати дониши хонандагон кӯшиш намуда ҳаракат мекунем, ки боз дар солҳои оянда сафи иштирокчиён ва ғолибонро зиёд намоем. чун ҳадафи баргузории озмун ба рушди тафаккури техникӣ, тарғиби ҷаҳонбинии илмӣ, дастрасӣ пайдо кардан ба техникаву технология, тавсеи ихтироъкориву навоварӣ, пайвасти илм ба истеҳсолот равона гардидааст, ҷалби бештари наврасону ҷавонон ба он дар ҳақиқат ба пешрафти соҳаҳои илму маориф ва омода кардани мутахассисони варзида мусоидат карда, онҳо минбаъд метавонанд кишвари моро дар арсаи ҷаҳон шоиста муаррифӣ намоянд.